عزیزان سلام. خب ما 7 جلسه رو تا اینجا پشت سر گذاشتیم. از ابتدای قضیه شروع کردیم، همه اصطلاحات، تاریخچه همه رو گفتیم و شما پله به پله با ما اومدید دیگه. تا الان باید قشنگ بتونید نوت‌ها رو بخونید، از اصطلاحات سر در بیارید و احیانا انشالله بعدش برید برای اجرا و نوازندگی، حالا پیانو یا هر سازی رو که دوست دارید. این دوره تئوری برای همه سازها هستش، نه اینکه فقط برای پیانو باشه. منتها عرض کردم قبلا هم بازم گفتم در همه جای دنیا برای رفاه شما، برای اینکه بتونید بحثی که داره ارائه میشه رو کلاویه ها قشنگ چشماتون رو ببندید ببینید، رو پیانو تدریس میشه. خب تا اینجا نوت‌خوانی رو یاد گرفتیم، اصطلاحات رو یاد گرفتیم. امروز جلسه آخرمونه و اون چیزی رو که باقی مونده به عنوان یک نوآموز باید بلد باشید اینی که ما یه مقدار بیایم با سرعت‌ها و اصطلاحاتش آشنا بشیم. ببینید یه قطعه رو که آهنگساز نوشته باید با یه سرعتی رو که خودش میخواسته به شما انتقال بده، شما از رو اون نوشته و اون نوت اون رو اجرا کنید. ما 3 سرعت کلی داریم در اجرای موسیقی که این سرعت‌ها یه سرعت کنده، یه سرعت متوسطه، یه سرعت تنده که اینا کلی، البته بعد دقیق‌ترشون برای شما توضیح میدم. که البته این اصطلاحات از زبان ایتالیایی باز اومده، وارد موسیقی شده و در همه جای دنیا با همین اصطلاح در واقع استفاده میشه. و اون سرعت‌ها چیه؟ میگیم سرعت‌ها یا سرعت بالاست یا سرعت متوسطه یا سرعت کنده. سرعت متوسط میشه چی؟ مودریتو. همینجور به فارسی خودمونم میتونم بنویسم، حالا برای اینکه خیلی پیچیده نشه. البته روی نوت به انگلیسی نوشته میشه، این رو پس با الفبای انگلیسی پس بهتر از همینجا ما آشنا بشیم. میگیم مودریتو. این مودریتو شمای کلی سرعت رو به ما میده، میگه تو این محدوده سرعت تو متوسطه. اگر یه پله بیایم پایین میشه آندانتینو. و اما آندانتینو سرعت پایین ماست، سرعت متوسط مودریتو و آلگریتو. خب ببینید اول کار آهنگساز وقتی که نوت رو می‌نویسه اول کار بالا میزنه آقا مثلا آندانتینو، یعنی به شما گوشزد میکنه که این سرعتش پایینه، این کار عاشقانه است، سرعت پایینه، نیازی نیست که تندش کنی، باید نوت ها رو شمرده اجرا کنی با احساس لطیف و زیبا. زمانی که بخواد اکشن باشه، به قول معروف سرعت بالا باشه، یا آلگریتو، اینو باید قشنگ کوبنده و با هیجان بالا اجرا کنی. مودریتو هم باشه که میگه حد متوسطه. خب آیا این اصطلاحات خودش به تنهایی میتونه دقیق‌تر به ما سرعت رو بده؟ نه. ادامه این به شما میگه آندانتینو فلان. اینا یه سری اصطلاحات هست که بعد از این میاد که خب این اصطلاحات زیاده. عزیزان میتونید بعداً به کتاب‌های در واقع اصطلاحات موسیقی مراجعه کنید، ببینید که اون کلمات دقیقاً چه حالت‌هایی داره، چون ممکنه آندانتینو خود چندین حالت داشته باشه و اینجا مودریتو ممکنه چندین حالت داشته باشه. مثلا ما یه جایی داریم مودریتو آلگریتو، یعنی متوسط، یه ریزه سرعتش بیشتر. اینجا میذاره آلگریتو مودریتو، یعنی سرعت بالا، یه کوچولو کمتر. یا اصلا حالت‌های در واقع وصف نوت‌ها رو به شما از طریق این اصطلاحات میده که شما نوازنده دقیقاً باید اون حالت‌ها رو اجرا کنید. پس این میشه سرعت‌های کلی مورد نیاز که در واقع توی نوتی رو که ما میخوایم بخونیم بالاش و پایینش قشنگ نوشته میشه به عنوان یه اصطلاح و این رو ما باید بلد باشیم که در اجرا اون رو رعایت کنیم. اما سوال، آقا
بالاخره ما میدونیم حالا آلگریتوس چند حالت هم داره چجوریه، ولی من میخوام که دقیقا همون سرعتی رو اجرا کنم که خود بتهوون یا ایکس یا آهنگسازی که نوشته. اصلا آهنگساز وقتی که نوت رو مینویسه باید به مخاطبش بگه که دقیقا چه سرعتی رو داشته باشه، اون سرعت دقیقش رو از کجا تعیین میکنیم، چه جوری. خب قبل از اینکه این رو ما بهش وارد بشیم، یه وسیله‌ای که قبلا مکانیکالش بوده، وسیله مکانیکی بوده، مثل همین پیانو که اول پیانو آکوستیک مکانیکال بوده، حالا الکترونیکیش اومده. ما یه وسیله لازم داشتیم برای اینکه شمارش زمان، یعنی کار همون ضرب پا رو این دفعه جوری که قابل اندازه‌گیری باشه سرعتش برای ما نشون بده. از همین الان بگم این وسیله مناسب برای هنرجا و نوآموزان نیست. چرا؟ چون هنرجو باید ضرب پا رو یاد بگیره که خودش کانتر باشه، خودش شماره گر باشه. فقط و فقط این وسیله برای اینه. شما اصلا این وسیله برای این نیست که فاصله زمانی رو به هنرجو بده، هنرجو رو تنبل میکنه. این نکته بسیار مهمیه که باید عزیزان بدونن. اون وسیله چیه؟ مترونوم وسیله‌ایه که مثل آونگ، مثل پاندول ساعته که قدیما مکانیکی بوده، یه صدایی هم تاخ 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 یه صدایی میخورده، یه شکل شمایل مثلثی هم اینجوری داشته، به این شکل که از اینجا یک اهرامی بالا میرفته و این اهرام تکون میخورده و نسبت به اون سرعتی که ما میخواستیم یه گیره‌ای داشته، کم و زیاد میکردیم و سرعت رو کم و زیاد. این وسیله مترونوم برای همین اختراع شده که زمان رو دقیق تر به ما بگه. حالا یعنی چی؟ چجوری استفاده میکنیم از این مترونوم؟ آهنگساز میاد اینجا مینویسه، همون مودریتور و آندانتی همه رو مینویسه، بعد اینجا مثلا این زیر یه جای گوشه یه نوت سیاه میذاره قبل از اینکه نوتا رو شروع کنه، مینویسه سیاه مساوی با مثلا 60، عدد 60. این یعنی چی؟ این همون سرعت دقیقه است که آهنگساز به ما گوشزد بکنه. آقا حواست باشه اینجا تو این قطعه سیاه مساوی 60، پس شما با ضرب پا قطعه رو میزنی، آماده میکنه، فیکس میکنی، بعد نهایتا میخوای ببینی که آقا تو قرن 18 قرن 19 که این آهنگسازی اینو نوشته سرعت چه سرعتی رو مد نظرش بوده، میای عدد 60 رو که ایشون نوشته با این روی 60 میزون میکنی گیرش رو، اون وقت اینو روشن میکنی. وقتی که روشن شد اون داره کار ضرب ها رو میکنه، سرعت دقیق رو به شما میده. چند دور که با اون زدید سرعت دقیق به شما القا میشه. وقتی که القا شد اون تعطیل میشه، شما قطعه رو با همون سرعتی میزنه که مثلا بتهوون نوشته بوده. این هم راه رسمیه که ما بتونیم سرعت دقیق رو روی یه قطعه داشته باشیم. و اصلا از این عدد سیاه مساوی 60 رو یه جایی دیدیم یعنی چی؟ یعنی همین. یعنی شما درست مودریتوس، درست نمیدونم آلگریتوس، اما هر آلگریتویی نیست. احساسش رو هم داریم، میگم آلگریتو فلان، اما دقیق ترش اینو نگاه کنیم که این شما دقیقاً شمارش، یعنی شما میگه که سرعتتون دقیق باید چقدر باشه. اما یه چیزی ما سرعت رو هم فهمیدیم، دسته‌بندی کلیش رو دیدیم و سرعت دقیق را هم دیدیم، با مترونوم آشنا شدیم. باز یادآوری میکنم مترونوم فقط و فقط وسیله‌ایه که میاد سرعت دقیق یه قطعه رو در اختیار یه نوازنده میذاره، چه مبتدی چه عالی. نوازنده باید خودش کانتر باشه، خودش مثل مترونوم شمارشگر باشه و هیچ وقت این نباید جای ضرب پا رو بگیره. ضرب پا باید در وجود شما، در حس شما، در واقع تمام سلول های بدن شما جا بگیره که خودتون شمارشگر باشید، که اگر از ابتدا از مترونوم استفاده کنید تنبل خواهید شد. من توصیه نمی کنم این کارو بکنید، این وسیله فقط به خاطر اینه. اما در پیانو و حالا سازهای دیگه هم به هر ترتیبی هست یه سری علائم و شماره داریم برای اینکه بگیم اون نوت مربوطه رو که حالا دیگه میدونیم چه نوتش چیه، کششش چقدره، جاش کجا، همینا رو دیگه میدونیم. اما یه چیزی دیگه میخوام بگیم که اون مثلا برای مثال برای پیانو اون نوت رو با چه انگشتی اجرا کنی، اون چی کار میکنیم؟ میان روی اون نوت یه عددی میذارم، مثلا میگن 1. این یکه ربطی به اصلا آهنگ ملودی نداره، این میگه که این نوت رو باید با شماره 1 اجرا کنی. خب در پیانو
چه راست چه چپ، شست ما همیشه عدد 1 رو داره. خب وقتی که جایگاه شست مشخص بشه، انگشت دوم میشه 2 3 4 5 الی آخر. بعد دو دست چپ هم برعکسه. به عبارتی اگه دستا رو ما اینجا بکشیم، ببخشید که خیلی جالب نشد، این شست دست راست ماست، این شست دست چپ ماست. خب این انگشت همیشه 1، اینم 1. شست ها همیشه 1. خب پس این میشه 2 3 4 5 و اینچنان برعکس 1 2 3 4 5. پس اگه عددی روی نوتی توی جایی توی کتابی دیدیم، یعنی که اون نوته باید با اون عدد اجرا بشه. حالا تو ممکنه تو سازهای دیگه این شمارش‌ها فرق بکنه، یا مثلا یه علامت دیگه‌ای، مثلا برای گیتار IMPA میذارم مثلا، یعنی برای انگشتا چون با یه انگشت فقط در گیتار ما کار میکنیم، اون یعنی که اون نوت مربوطه باید اون انگشتی که علامت گذاشتی اون اجرا بشه. دو تا نکته داریم، تریل و گلیس. تریل چیه؟ گلیس چیه؟ چجوری نوشته میشه؟ چجوری اجرا میشه؟ خب ببینید، تریل یعنی به این شکل که ما دو تا نوت کنار هم رو چنان با سرعت پشت هم بزنیم که مثل این میمونه که یه سری تیله شیشه‌ای تو دستمونه، داریم میریزیم رو زمین، پشت هم داره میریزه رو زمین. اون صدایی که از برخورد این تیله ها به گوش ما میاد، اون حس تریلیه. هم چقدر عامیانه و دوستانه به شما عرض بکنم، تریل دیگه بحث چنگ و دلار، چنگ و زینت اینا نیست. تریل نوت هایی که پشت هم با سرعت بالا اجرا میشه و زمانشون اون چنان بالاست که مثل افتادن تیله های شیشه‌ای رو زمینه و معمولا به این شکل نوشته میشه. میذارن TR و یه موج رو میذارن که نوتی رو که زیرش اومده، مثلا خب ما میزنیم فا سول، حالا مثلا دلار چنگ یا چنگ هستن، تریل. این یعنی که حواستون باشه این فاصل نیست، این نمیتونیم بگیم فاصل، یکی تو رفت یکی تو برگشت بخور، هر کدوم یک دوم ضرب باشه. نه، این تریله، منتها نوتش از فاصل استفاده شده و از نظر اجرایی عرض کردم مثل در واقع تیله های شیشه‌ای که داره رو زمین میریزه پشت همه. حالا ما میریم از نظر اجرایی ببینیم چه جوریه. نوت تریل الان مثال بالا رو تابلو گفتیم فا و سل. خب زمانی که این فا سل رو میخوام اجرا کنیم، اگر بشه اون تو علامت تریل و اون مسئله رو نداشته باشه، میشه این. خب پس یعنی دو تا چنگ با یک ضرب پا، یکی تو رفت میخوره یکی تو برگشت، میشه این. یک دومش یعنی رفت، یک دوم برگشت، پس میشه این. اما اینجا ما تریل داریم، این نیست، یعنی یک سیاه رو اندازه یک ارزش زمانی یک سیاه، ما اینو باید به این شکل اجرا کنیم. دقت کردید؟ مثل همون تیله هایی هسته که عرض کردم، مثال زدم، اون تیله ها رو ما میریزیم، پشت هم داره ریخته میشه و اون صدا میخوره و سرعت بالاست. دیگه بحث چنگ و دلار، چنگ و سلاش اینجا نیست. به این شکل فرق نداره، هر جای پیانو باشه نوت تریل به این شکل نوشته و اجرا میشه. خب برمیگردیم. خب عزیزان، تریل رو یاد گرفتیم، نوشتنش به چه ترتیبیه و اجراش به چه ترتیبی. یه چیزی دیگه داریم به نام گلیس. خب تو پیانو میتونه باشه، تو هر ساز، خیلی از سازها گلیس رو استفاده میکنن، مثل سازهای زهی که خیلی مثل ویولنسل، کنترباس، گیتار بیس، اینا سازهایی هستن که دائما با گلیس دارن کار میکنن. گلیس چیه؟ گلیس با ما میگه آقا شما از یک نوت به یه نوت دیگه، حالا میتونه توی یه میزان، دو میزان، هر چی باشه، به یه نوت دیگه یه خط وصل میشه. این خط چیه؟ این خطش به شما میگه که حالا رو هم اون ساز مربوطه اون نوت رو اجرا میکنی، اینو به شکل پیوسته به اون نوت دوم وصل میکنی. نمیدونم تو فیلم ها، تو اجراها دیدید که خیلی از نوازنده های گیتار
دستشون میکشن روی سیم میگیرن میکشن و صدا قطع نمیشه، صدا پیوسته همچه حالتی. حالا رو پیانو چجوریه؟ پیانو هم داریم بله. حالا اینجا البته بگم میتونه از بالا به پایین باشه نسبت به اون نوت دیگه، این الان نسبت به اون نوت پایین تره، میتونه از پایین به بالا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این نوت اینی بهش میگه، این خط بگیم خط گلیس و اینا به شکل گلیس به هم وصل شدن. البته تو نوشتار بعضی از جاها من دیدم تو کتاب‌های مختلف این رو به شکل خط موجدار هم ممکنه دیده باشید، فرقی نمیکنه. گاهی اوقات خط موجدار رو با فلش هم میذارن. اینا نوشتارهای مختلفه، ولی خب این کار گلیس، اینو بهش میگیم گلیس و اجراش هم به این ترتیب که البته رو پیانو اینجا ساز زهی که ندارم و با پیانو به شما نشون میدم. این همونی که خب عزیزان با گلیس آشنا شدیم، گفتیم از یه نوت به یه نوت دیگه وصل میشه به شکل پیوسته. روی سازهای زهی چون سازهای زهی صداش پیوسته هست، ما روی ساز زهی دستمون رو سیم میکشیم صدا قطع نمیشه، اما رو اینجا رو پیانو رو هر نوتش روی سیمه، روی یه سیم مانور نمیتونیم بکنیم، میایم اینجوری به این شکل اون نوت اولیه رو میزنیم و سریعا خودمون رو به نوت دومی میرسیم. مثلا از این دو میخوام من به این دو برسم، میشه این. به این شکل. حالا مثلا از این لا به این لا اشکال نداره. میبینید هیچ اول آخرش آهنگساز مینویسه به شما میگه که آقا از این نوت به این نوت بس، این میشه گلیس. دقت کردید؟ حالا اون حالت بالا رونده‌اش هم هیچ فرقی نمیکنه. مثلا از این دو به این دوی بالا من میخوام وصل کنم، میشه این. به این شکل میشه بالا رونده، به این شکل میشه پایین رونده. خب اینم شد دو تا گلیس. برمیگردیم تابلو. خب عزیزان بحث بعدی ما بحث پدال هستش که تو خیلی از سازها ما پدال داریم. اصلا ببینید پدال چی کار میکنه. تو پیانو معمولا 3 تا پدال داریم. پدال سمت راست ساسته میده، در واقع صدا رو واید میکنه، صدا رو پهن میکنه، اکو میده، خیلی راحت بگم. پدال سمت چپ میاد صدا رو میبره، قطع میکنه، یهو قطع میکنه. خب در این ساز اینجور طراحی شده وقتی شما پدال سمت راست رو میگیرید یه سری دمپر که خفه کننده سیم های پیانو هست بلند میشه و اجازه میده که سیما همچنان مرتعش بمونن و کم کم در واقع صداشون ضعیف بشه. بنابراین زمان بیشتری میمونه صداشون و صداشون به گوش میاد، یه جور اکو میده. خب زمانی هم که شما پدال سمت چپ رو میگیرید سریعا خفه میکنه، خیلی برش میکنه. اون پدال وسطی هم که تو پیانوها شما میبینید، پدال وسطی کار ولوم رو میکنه. یهو شما ممکنه مزاحم همسایه نخواهید باشید، اون ربطی به موسیقی نداره، شما وسطی رو فشار میدید میذارید این ورتر جایگاهی داره گیر میکنه، اونجا میمونه و کاری که میکنه یه نمدی میاد جلوی چک و شاره میگیره که صدا از حالت بالا میاد پایین که مزاحم کسی نباشید برای تمرین کردن. خب تو سازهای دیگه هم هست، تو هارپ هست، توی تیمپانی هست، اینا خیلی سازها پدال داره. پدال میاد در واقع صدا رو پهن میکنه و وایدش میکنه، صدا رو اکو میده. خب از نظر نوشتاری چی کار باید بکنیم؟ چند مدل کی باید پدال بگیریم؟ چه جوری باید پدال بگیریم؟ خب ببینید انواع علامت پدال ممکنه توی کتاب‌ها دیده بشه. من یکی دو تاش اینجا بهشون عرض میکنم، خودتون میبینید و مشخص میشه. اما زمانی که ما میخوایم پدال بگیریم معروفترینش اینه که یه پی رو به شکل در واقع یه پی خوشگل رو مینویسن که با این پی پیانوی چیز اشتباه نشه. این پی رو به شکل در واقع پیوستگی به یه شکل خاصی مینویسن، این پی و یه استار هم اینجا مثلا میزنن. این یعنی که اینجا پدال رو بگیر، اینجا رها کن. و اینم عمدن اینجوری گفتم این پی یعنی پیانو زدن، یعنی صدای ولوم رو بیاریم پایین. اینو با اون اشتباه نگیرید عزیزان. این یعنی آروم زدن، ولی این پی اینجا که به شکل خاصی نوشته میشه رو کتابا ببینید، همون بیر هم البته بیر نیست، ممکنه کم باشه، ولی تو کتابای مختلف ببینید پدال رو میبینید که یک پی خاصیه که با حالت
الفابت در واقع پیوسته نوشته شده و این شما میخواد گوش زد کنه این با اون پیانو که یعنی آروم بزن فرق میکنه. خب اینجا گرفته میشه، اینجا رها میشه، یعنی که شما اول میزان پدال میگیرید، اینجا رها میکنید. مثلا اینجا حالا یه مدل دیگه هم این شکله، یعنی اینجوری خط گرفتید، اینجا رها کردید. این یعنی که شما پدال گرفتید، اینجا رها کردید. این هم این مدل. حالا مدل‌های مختلفی داره. حالا از نظر اجرایی یعنی چی و چه اتفاقی برای صدا میفته؟ برمیگردیم سر پیانو تا این مسئله پدال رو هم اینجا رو پیانو حداقل ببینیم. سازهای دیگر رو که حالا اینجا نداریم ولی اینجا ببینیم. من الان پام روی پدال آماده هست. زمانی که مثلا این دو رو میزنم، رهاش میکنم، صدا قطع میشه. اما زمانی که همون دو رو میزنم و پدال رو میگیرم، ملاحظه کنید صدا قشنگ میمونه و مدت بیشتری حفظ میشه تا ضعیف بشه، به شکل پیوسته ضعیف بشه. این حالت وقتی شما پدال میگیرید در اجرا صداها تو شکم هم میره و یه جور اکو میده، یه جور طنین میده. حالا مثلا بخوام براتون مثال بزنم، که اگر این پدال رو نداشته باشیم صدا خیلی خشک میشه. اینم کاربردش، نوشتارش و اجراش. عزیزان آخرین نکته اینجا بگیم و انشالله شما رو به خدا میسپاریم. ببینید همه مطالب مورد نیاز رو برای خوندن، نوشتن کتاب و حتی اجرا رو دیدیم. کشش نوت‌ها چجوری بود، قراردادهاش چجوری بود، ضرب پا چی بود و همه اصطلاحات رو گفتیم تا اینجا رسیدیم. اما اینا چیزایی بوده که در واقع به شکل ابتکاری در طول سالها خلق شده. یه سریشون هم از زبانهای مختلف، ممکن از ایتالیایی، از فرانسوی، یه چیزایی تو موسیقی اومده باشه. اما سوای اینا یه زمانی هست شما زیر نوت به انگلیسی یه چیزایی می نویسن که این ربطی به اون مودریتو، آلگریتو، اونا رو که گفتم نداره، یا در ادامه اون یه چیزایی می نویسن. اینا اصطلاحات خاص موسیقیه که این اصطلاحات به زبان انگلیسی نوشته میشه و شما این اصطلاحات یکی دوتا هم نیست، تعدادش همین زیاده. من الان بخوام به شما یکی یکی بگم نیازی هم نیست که همه رو حفظ کنید. شما بدونید که اون چیزایی که زیر در واقع مثلا یک نوتی میبینید نوشته شده، این یه اصطلاحه و یه پیامی داره به شما. ولی اون پیام چی رو میخواد بگه؟ اون پیام حالت بیان اون نوت رو میخواد به شما بگه. مثلا یه زمانی میخواد یه نوتی رو، یک قطعه‌ای رو عاشقانه برقرار اجرا کنید، لطیف باید باشه، سوای بحث در واقع سرعت و اینا رو همه رو قشنگ کار کردیم. ما میخوایم که مثلا حالت اون ملودی یه حالت عاشقانه باشه، نه میخوایم عارفانه باشه، میخوایم نه نظامی باشه، خشن باشه، میخوایم نه شاد باشه، دنس باشه. اینا حالتهای مختلفیه که آهنگساز دقیقا میخواد احساس خودش رو از طریق این اصطلاحات به شما نوازنده منتقل کنه که شما همون احساس رو اجرا کنید. خب ببینید قبلا که آهنگسازا با همین کتابت همه مطالب رو ارائه میدادن دیگه. اون موقع که ما دستگاه ضبط نداشتیم ببینیم خود بتهوون چی نوشته، خود مثلا موزارت چی نوشته و چی کار کرده، چجوری اجرا کرده، که عین همون ما اجرایی از اینا نداریم. نه اون موقع ضبطی بوده، نه ریکوردری بوده. بنابراین چطور اینا این مطلب رو انتقال دادن تا الان با همین اصطلاحات کلی که تا الان یاد گرفتیم، از نظر سرعت، از نظر بالا بردن سرعت، پایین آوردن سرعت و این اصطلاحات که به شکل در واقع الفابت نوشته میشه و به شما تداعی میکنی که آقا این رو که به این شکل داری اجرا میکنی حست باید این باشه. مثلا میگیم عاشقانه باشه، میگیم عارفانه باشه، میگیم با خشونت باشه، با هر چیزی که اون آهنگساز اون چیزی رو که میخواسته تو اون میگنجونه به شما میگه که
داری اینو اجرا میکنی با این سرعت، با این شرایط، با این وضعیت، حست هم باید اینجوری باشه. این آخرین نکته‌ای بود که از این دوره باقی مونده بود. امیدوارم که از این دوره استفاده کرده باشید. اگر پله به پله با من اومده باشید تا الان دیگه راحت باید این دغدغه جمع شده باشه. سالها به این شکل من هنرجویان عزیز رو که تدریس کردم دیدم، تجربه کردم، عزیزانی که از این متد یه ریزه این ورتر اون ورتر، چه در مشق نوشتن چه در ضرب و پا زدن، که اینقدر من تأکید میکنم دقیقاً باید همین باشه، دلایل زیادی داره. اصلا دلایل روانی داره که ما از نظر روانی باید به یه شکلی جلو بریم که در کمترین زمان ممکنه بیشترین فایده رو ببریم و تک تک این نوت‌ها رو یاد بگیریم، اصطلاحات رو یاد بگیریم که موضوع رو سریع جمع بکنیم. اگه طولانی باشه خب خسته کننده خواهد بود و خیلی وقتا هنرجوها به خاطر همین احساس میکنن موسیقی سخته و میبرن و میرن. اما همونجور که تا اینجا دیدید خیلی ساده است، خیلی ساده است. فقط یه حوصله کمی میخواد، یه 2 هفته وقت. با 2 هفته شما با این 8 جلسه این قضیه رو جمع خواهید کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جای دنیا تشریف دارید، در هر حالی هستید، امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه و از موسیقی با اطلاعات بیشتر مطمئن باشید لذت بیشتری میبرید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.